قطعا شنیدین که میگن اگه مکمل نخوره نمیتونید ماهیچه بیارین و عضله اضافه بکنین. راست میگن، دروغ میگن. این چیه؟ در واقع هم راست میگن هم دروغ. چرا؟ چون شما باید نیاز بدنتون رو بسنجین، متناسب با ورزشی که میکنید از مکمل ها استفاده بکنید. خیلی وقتا نیازی ندارین شما مکمل بخورید، خیلی وقتا هم نیاز دارید. پس باز هم اینجا کارشناس به کمکتون میاد. یادتون باشه تمام این تجویزها به صورت ایندیویدوالن، یعنی شخصی سازی شدن. آدم به آدم فرق میکنه. احمد آقا یه چیزی میخوره، سغرا خانم یه چیزی میخوره، بدیم منم بخوریم، نمیشه. حالا اینا با مواد طبیعی تو خونه چه فرقی دارن؟ اینا تخم مرغ آبپزن. یه تخم مرغ آبپز کامل حدودا 8 گرم پروتئین داره. سفیدش 4 تا، زردش هم 4 تا. خب ما نمیتونیم زرد زیاد بخوریم، پس باید سفیده رو فقط لحاظ بکنیم. 4 گرم سفیده تخم مرغ و 40 گرم یه شیک پروتئینی. کدوم انتخاب میکنیم؟ یعنی یک دونه شیک پروتئین 10 تا تخم مرغه. حالا وقتی که یه پروتئین میخریم به صورت پودری، توش نوشته چقدر پروتئین داره، یعنی هر اسکوپش 24 گرمه. 6 تا سفیده تخم مرغه. جدا از این که حمل و نقل این پودرا خیلی راحته، هر جایی میتونی بخوری، هر جایی میتونی ببری، خراب نمیشه، نمیریزه، کثیف کاری نداره، آماده سازی نداره، لازم نیست تبخش بکنی. اینا رو شاید پیدا نکنید هر جایی، نمیتونی بگی هر برم سوپرمارکت هست، ولی این همیشه تو کیفته. یه لیوان آب، یه اسکوپ میریزی توش، میخوری. جفتشون معایب و محاسنی دارن. این هم یه قرص ویتامین C جوشانه، هیچ فرقی با اینا نداره. همه اینا مکملن. اگه درست مصرف بشن میتونن بهت کمک کنن. شما چی فکر میکنید؟ کدوم بهتره؟